اینجا مرکز شهر است، جایی که هر دقیقه صدها موتر از یک طرف به دیگر طرف شهر می روند. نبود ایستگاه، افزایش در تردد مردم، مسدود بودن جاده ها از سوی مقامات حکومتی، عدم مراعات از قوانین ترافیکی از سوی رانندگان و ایجاد موانع از سوی پلیس ترافیک عوامل ازدحام بیش از حد در جریان ترافیک می باشند که باشنده های شهر را به سطوح آورده و مردم از این وضعیت شاکی هستند. این ازدحام مردم شهر کابل را مجبور ساخته تا ساعتها در موترهایشان منتظر بمانند تا به مقصد برسند. حمیدالله فیضی و نجیب الله باشنده های شهر کابل در این مورد با رادیو آزادی صحبت کردند. واټن چې مونږ په 10 دقیقو کې وو هغه اوس 1.5 ساعت شوی دی. په 1.5 ساعت کې مونږ خپل وظیفې ته نه څو رسیدلی. سابق که بود استادگاه بود، در افغانان استادگاه خیرخانه بود که آل وزارت معارف گرفته داشت. این طرف بلند منزل جور کردن که استادگاه تایمانی و کلولو پشتا و چیزا بود، وارد بلند منزل جور کردن. سابق بود اونجا آل جای استادگاه نداره، موترون ایدا میمونه کجا استاد کنم، یک سواری والا میدان میمونه که من در کجا موتر بگیرم برم خانه خود. نظر به معلومات مسئولان در حال حاضر بیش از 700,000 موتر در شهر شامل جریان ترافیک هستند. کنترل موترها و تنظیم آنها گاه منجر به عصبانیت نیز می شود. کدام اقتصاد که نبود که الان خراب است. در عین حال سمنوال امیر محمد، شخصی که آمریت مرکزی ترافیک شهر کابل را بر عهده دارد، به رادیو آزادی گفت پلیس ترافیک نمیتواند به تنهایی مدیریت ترافیک شهری را بر عهده بگیرد و سایر ادارات و مردم باید در این عرصه همکاری نمایند. ما از همه هموطنان ما احترامانه خواهش میکنیم که مقررات ترافیک جاده به خاطر حفظ جان و مالشان است. پلیس ترافیک در این راستا اونا همکاری کنن تا ما بتانیم نظم ترافیک تامین کنیم. چی از شاملین پیاده هستند، چی شاملین موتردار هستند، چی راننده های زورمنده هستند، احترامانه ازشان خواهش میکنیم که نظم ترافیک مراعات کنن تا بتانیم که همه ما از جریان ترافیک شهر استفاده خوب کنیم و جریان ترافیک ما آری از خطرات و حوادث روزمره باشه. شهروندان کابل و مسئولان ترافیک از حکومت می‌خواهند تا جلو خودسری‌های زورمندان را بگیرند تا در کاهش این ازدحام کار مؤثر انجام دهند. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.